به نام خدا. در این ویدیو اولین قسمت از آموزش‌های مربوط به ASP.NET MVC رو در خدمتتون هستیم و میخوایم که طی یک سری آموزش‌ها بتونیم با همدیگه پروژه‌های مختلفی رو از طریق ASP.NET MVC به اجرا در بیاریم. توی این بخش ما فقط میخوایم یه حالت اولیه از شروع کار رو، یه هلو ورلد رو با همدیگه کار کنیم تا از قسمت‌های بعدی وارد کارهای مربوط به کد و طراحی بشیم. اولین کاری که باید قبل از شروع کدنویسی انجام بدیم اینه که باید ویژوال استودیو حتما نصب باشه، فریمورک‌های مربوط حتما باید نصب باشه که نصب اینها خودش یک ویدیو دیگر رو در واقع نیاز داره، ولی توی این قسمت ما فرض میکنیم که ویژوال استودیو روی سیستم شما نصب است. اولین کاری که باید انجام بدید باز کردن ویژوال استودیو است که برای این کار کافیه دکمه استارت رو از اینجا کلیک کنید و ویژوال رو تایپ کنید و اینتر رو بزنید. بعد از ورود به محیط ویژوال، اولین بخشی که شما باید با اون آشنا بشین صفحه اول یا همون استارت پیج. توی این صفحه شما آخرین اخباری که مایکروسافت راجع به برنامه‌نویسی‌ها یا تیم‌های مختلفی که این برنامه‌ها رو انجام میدن یا اکستنشن ها رو در واقع گسترش دیولپ میکنن رو میبینید. ولی خب مهمترین کاری که ما از اینجا انجام میدیم اینه که یا یک نیو پراجکت انجام میدیم یا از پروژه هایی که قبلا انجام شده یکی رو انتخاب میکنیم و اون رو ادامه میدیم. چون اولین پروژه ما هست، ما میتونیم دو راه رو در واقع پیش بگیریم. یکی این که از اینجا نیو پراجکت رو بزنید یا میتونید از بخش فایل از بخش نیو پراجکت رو کلیک که هر دوتا در واقع یک کار رو انجام میدن. خب بعد از ظاهر شدن این بخش شما باید از زیر شاخه های ویژوال سی شارپ وب رو انتخاب کنید و از ASP.NET Web Applications در واقع انتخاب کنید و یک نامی رو برای اون در واقع بدید. حالا هر اسمی میتونه باشه، مثلا فرامسیر First Project. اوکی رو میزنید. توی این صفحه که مشاهده میکنید دو راه هست، یا میتونید به صورت یک صفحه تمپلیت امپتی رو انتخاب کنید و گزینه MVC رو از اینجا تیک بزنید که این یک صفحه MVC با در واقع ساختار MVC ولی بدون هیچ گونه قالبی رو به شما میده. و یا اینکه میتونید از این بخش ASP.NET Templates MVC رو انتخاب کنید که به صورت اتوماتیک این چک زده میشه. ولی فرقی که با اینجا داره، ما توی این بخش یک تمپلیت اولیه داریم که میتونیم با استفاده از اون در واقع کارهامون رو جلو ببریم، یا حداقل این هست که اولین پروژه‌ای که داریم انجام میدیم به صورت راحت‌تر قابل درک خواهد بود. خیلی ما این رو انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم. تا این لود بشه خدمتتون بگم که پروژه های مربوط به ASP.NET کلا روی فریمورک IIS در واقع اجرا میشن که یک بستری هست برای اجرای در واقع پروژه های .NET که باید حتما روی سیستم شما فعال باشه که به صورت پیش‌فرض روی ویندوز فعال هست. حالا اگر مشکلی داشتید میتونید از توی بخش نظرات اعلام کنید تا هر مشکلی داشتید همراه. خیلی پروژه ما لود شده. برای اجرا کافیه که حالا این رو بگم که ساختارها و نحوه کدنویسی و طراحی کم کم اینا رو با هم دیگه پیش میریم، ولی چون اولین قسمت ما هست فقط میخوایم یک اجرای اولیه داشته باشیم و یک آشنایی با محیط اولیه در واقع ASP.NET MVC داشته باشیم. برای اینکه بتونیم یک پروژه‌مون رو که با هم دیگه نوشتیم یا دیولپ کردیم رو اجرا کنیم، کافیه از این بخش مرورگر مورد نظرتون رو انتخاب کنید که من فایرفاکس رو انتخاب میکنم و روی دکمه پلی که اینجا هست کلیک کنید، یا میتونید به صورت کلید میانبر کلید F5 رو روی کیبوردتون فشار بدید. هر دو یک کار رو انجام. منتظر میشیم تا
پروژه ما بیلد بشه که بیلد شد. خب اولین باری که این پروژه اجرا میشه شاید کمی زمان بر باشه، ولی بعد از این سرعت کار بیشتر خواهد شد. همونطور که میبینید یک قالب اولیه روی این صفحه پیاده سازی شده که در واقع یک هلو ورلد اولیه از کارمون رو به ما نشون میده به اصطلاح، که یک منوهایی رو براش طراحی شده از پیش و یک دکمه قرار داده شده و یک سری توضیحات که مثلا من با کلیک روی اباوت یک صفحه ظاهر میشه که یک سری تکست هست. مسئله‌ای که باید توی این صفحه دقت کنید آدرس ما هست. آدرس ما همونطور که میبینید مثلا فرامسیر.com نیست و یک لوکال هاست هست به علاوه یک پورت که لوکال هاست به خاطر اینکه ما روی یک سیستم در واقع خودمون این کار رو انجام میدیم، بستر لوکال هست، به خاطر همین اسمش لوکال هاست میتونه باشه. البته میتونید این کار رو این اسم رو تغییر بدید و یک اسم جداگانه برای در نظر بگیرید، ولی خب نیازی نیست و کلا حالت فرمتش این هست که یک لوکال هاست به علاوه یک پورت به صورت رندوم که الان اینجا همونطور که مشاهده میکنید 55390 هست این پورت و این صفحه با این آدرس قابل دسترسی هست. ما اولین پروژه‌مون رو اجرا کردیم و از ویدیوهای بعدی شروع میکنیم به توضیحات مربوط به ساختار ASP.NET و منوها و بخش‌های مختلفی که توی ویژوال استودیو